دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت ورود این سلاح جدید نقش بسیار تعیین کننده‌ای در افزایش قدرت دریایی مدافعان ایران اسلامی برای مقابله با تهدیدهای خارجی خواهد داشت. ما محدودیت داریم برای اینکه ابعاد کامل مشخصا و کاربرد این سلاح رو عنوان میکنم. صرفا ما تست، در واقع تصویر کوچکی از تست این سلاح رو در خدمت شما بودیم و در اختیار شما داشتیم. این رو فقط میتونم بگم که مسلماً در رزم‌های دریایی با دشمنان ما این سلاح نقش بسزایی رو ایفا خواهد کرد.